سلام عزیزان، در خدمت شما دوستان گلم هستم با ادامه سوالاتی که در واقع قسمت‌های قبلش رو براتون حل کردم. سوال 3. برای کسر زید 3 کسر مساوی بنویسید. ما اگه بخوایم برای هر کسری کسر مساوی بنویسیم راهش چیه؟ ببینید ما 2/5 رو داریم. میدونیم که اگر صورت و مخرج رو در یک عدد ثابت ضرب کنیم، هم صورت کسر هم مخرج رو در یک عدد ثابت ضرب کنیم، این کسر تغییر نمیکنه. پس کافیه مضرب‌های اون رو حساب کنیم. یک بار ضرب در 2 میکنم میشه 4، صورت میشه 4، 5 ضرب در 2 میشه 10. پس این کسر 14 هم با همون 2/5 برابر. مضرب 3ش مثلا 3 2 6 تا 3 5 تا 15. مضرب 4ش میشه 8، 4 5 تا 20. مضرب 5ش میشه 10 25. پس همه این کسرها کسرهای مساوی با کسر 2/5 هستن. سوال 4. 2 کسر بین اعداد 4 و 5 بنویسید که از 9 دوم بزرگتر باشه. میدونیم 9 دوم 9 رو تقسیم بر 2 کنیم کسر بزرگتر از واحده. 2 در واقع 4 2 تا 8 تا یکی میمونه که میشه 4 و نیم در واقع، یا 4 و 1 دوم. خب در واقع اینجوری بخوایم بگیم. پس 9 دوم یعنی 4 واحد کامل و 1 دوم. ما یه محور میکشیم. داخل محور اینجا ما 0 رو داریم، 1 رو داریم، 2 رو داریم، 3 رو داریم، 4 رو داریم و 5 رو داریم. ببینید دوستان 9 دوم که همون 4 و 1 دوم من با یه رنگ دیگه نشونش بدم که موقعیتش مشخص بشه. یعنی چی؟ 4 تا 5 رو اگه ما این وسط بگیریم 2 واحدش بکنیم، یعنی در واقع 2 قسمتش کنیم، از 4 تا 5 رو به 2 قسمت تقسیم کنیم، 4 واحد کامل و 1 دوم، این همون 9 دوم ماست. خب هر چی که از این دامنه بزرگتر باشه، مثلا اگه ما این رو مثلا به 4 قسمت تقسیم کنیم، مخرجش رو 4 بگیریم، میتونه چه کسری بزرگتر باشه؟ 4 واحد کامل و ببین 1 2 3 3/4 میتونه کسر بزرگتر از واحد باشه. دیگه اگه ما بیایم اینو 8 قسمت کنیم، ببینید اینا رو دوباره بیام تقسیم کنم، بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 قسمت کنیم. مثلا اینجا رو قرار بدم، مثلا اینجا میشمارم 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد، 4 واحد، 5 واحد، 6 واحد. پس کسر دوم میتونه 4 واحد کامل و 6 هشتم باشه. این دوتا از 4 و 1 دوم همینجوری چشمی نگاه کنیم، واحدهای کاملشون یکسانه، عدد سیاشون به عددهای مخرج نگاه میکنیم. یا میتونیم به جاش مثلا به جای 6 هشتم 7 هشتم بنویسیم که با اون کسر مساوی نباشه، چون 6 هشتم میشد کسر مساوی 3/4. پس 2 تا کسر گفته بین 4 و 5 قرار بدی که از 9 دوم بزرگتر باشه، میشه 4 و 3/4 بزرگتره و 4 واحد کامل و 7 هشتم. خب سوال بعدی رو در خدمت شما عزیزان هستم. خب سوال قسمت 5. حاصل عبارت زیر را به دست آورید و حدالامکان آن را ساده کنید. ببینید ما 2 تا کسر داریم که یکیش رو که میخوایم این دوتا رو ضرب کنیم، یکیش رو در واقع یک کسر بزرگتر از واحده که به صورت عدد مخروط نوشته و برای اینکه ما راحت‌تر حل کنیم اون رو باید به کسر بزرگتر از واحد تبدیل بکنیم. 2/3 رو می‌نویسیم، علامت ضرب رو میذاریم، این رو ضرب می‌کنیم. 3 8 24 تا با 3 تا جمع میشه 25 هشتم. خب ببینید ما تو ضرب چیکار می‌کردیم؟ صورت در صورت ضرب میشد، مخرج در مخرج، میشه 50 8 تا 24 تا. عزیزان هر دو به عدد 2 بخش پذیرن. 50 رو به 2 تقسیم کنیم، من اینجا بیام 50 رو تقسیم بر 2 کنیم، 2 2 تا 4 تا 10 میشه 25. پس صورت کسر میشه 25. 24 هم که به چیز تقسیم کنیم میشه 12. ببینید عزیزان ما ساده‌تر از این نتونستیم کنیم، ولی باز این عدد مخلوط چیزه، کسر بزرگتر از واحد میتونیم به عدد مخلوط تبدیلش بکنیم. چجوری میگیم 2 تا 12 تا میشه 24 تا، پس 25 دوازدهم یعنی همون 2 واحد کامل و 1 دوازدهم که 2 تا 2 تا 12 تا 24 تا یه بار اینجا میشه 25 دوازدهم.
سوال بعدی رو براتون حل میکنم. 4/7 تقسیم بر 12/14. ما تو تقسیم قانون اینه کسر اول رو مینویسیم، علامت تقسیم به ضرب تبدیل میشه و کسر دوم معکوس میشه. ببینید عزیزان، ما میتونیم تو ضرب صورت یک کسر رو با مخرج کسر دیگه اگه بخش پذیرن بر عددی که بهش بخش پذیرن تقسیم کنیم. خب من این رو میدونم به 7 میشه 1، به 7 میشه 2. چرا من اینجا انجام میدم؟ که سبکتر بشه، عدد کوچکتری رو بخوام ضرب بکنم. ببینید عزیزان، این 4 بخش پذیره، به 4 میشه 1، به 4 میشه 6. خب الان ما صورت در صورت ضرب میشه، مخرج در مخرج میشه 2/6. باز این به 2 بخش پذیره، میشه به 2 1، به 2 3. جواب ما به دست اومد 1/3. حالا قسمت بعدی رو من در خدمت شما عزیزان خواهم. خب ببین ما میخوایم این رو حل بکنیم. 5/7 منهای 6/14 که حاصل این رو باید تقسیم بر 1/6 تقسیم بر 1/4 کنیم، حاصل رو در 7/12 ضرب کنیم. من این رو جداگانه حل میکنم با یه رنگ دیگه ای که با این قاطی نشه. ببینید تو تفریق کسرها ما الزاماً باید مخرج مشترک داشته باشیم. این ضرب در مخرج مشترک یعنی مخرجی که به هر دو بخش پذیر باشه. 14 به 7 بخش پذیره، به 14 هم بخش پذیره. این ضرب در 2 شده، پس صورت کسر هم در 2 ضرب میشه. این که در 1 ضرب شده، اونم که منهای 6 میشه 4/14 از قسمت بالا. پایین رو حساب میکنم، میشه که 1/6 تقسیم به ضرب معکوس کسر قبلی میشه 4/6. 4/6 رو اگر ما بخوایم به 2 بخش پذیر کنیم میشه 2. 6 هم تقسیم بر 2 میشه 3، پس با 2/3 برابره. خب من میام مینویسم اینجا 4/14 صورت، مخرج 2/3، باید حاصلش رو در 7/12 ضرب کنیم. ببین ما یه رابطه داریم، میگیم که اینو یا از روش کسرها حساب کنیم، بگیم 4/14 علامت تقسیمی که اینجا دارم به ضرب تبدیل بشه، کسر دوم معکوس بشه. خب میتونم اینو با این ساده بکنم، میشه 2، این میشه 1، میشه 6/14. حاصل این عبارت شد. خب می نویسم 6/14 ضرب در 7/12. میدونم این به 2 بخش به 6 بخش پذیره، اینم به 6 بخش پذیره، میشه 1، به 6 میشه 2. این به 7 بخش پذیره میشه 1، این میشه 2. حاصل ضرب این دوتا 1 من اینجا یه دونه چیز قرار بدم که حاصل آخر رو اینجا توی این باکس بنویسم. 1 خط کسری 2 تا 4 تا. پس حاصل این عبارت به دست اومد 1/4. قسمت بعدی رو در خدمت شما عزیزان هستم. خب اجازه بدیم من ببینم که چیزو جا نذاشته باشم. خب سوال قسمت بعدی رو بهتون توضیح میدم عزیزان دلم. گفته اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. خب برای اینکه ما مرتبش بکنیم یعنی چی؟ اول باید کوچکترین عدد رو بشناسیم. من بیام اینا رو ساده کنم. این که 1/5 جای خودشه، عدد 2 صحیح جای خودشه، 2/10 میشه همون 2/10. این 2/10 ساده میشه 1/5. اینم که 1/2، 4/3 هم 1 واحد کامل و 1/3. چرا من این کار رو کردم؟ چه به عددهای صحیحش توجه کنم. ببینید عزیزان دل، این 1/5 اینم 1/5، 2/10 هم همون 1/5. پس به ترتیب اینو 1/5 می نویسم، 1/5 یا همون 2/10 می نویسم که بدونیم این دوتا توی کوچیکا هستن و هم برابرن و میتونیم اینجا مساوی قرار بدیم. فرقی نمیکنه. و بعد از اونایی که عدد واحد 1 دارن، اینجا دارم 1/1/3، اونجا دارم 1/2/5. میدونیم که هر کسی که بزرگتر باشه اون کس کوچیک‌تره. حالا ما باید مقایسه کنیم بین 2/5 و 1/3، یه مقایسه مخرجی بکنیم. مخرج رو میگیرم 15، این میشه ضرب در 3 میشه 6، این ضرب در 5 شده، پس این هم میشه 5. ببین 6/15 هم بزرگتره. چی به ما میگه؟ میگه یعنی 1/2/5 بزرگتر از 1/1/3. من همون 4/3 که میدونم رو مینویسم. چرا این کار کردم؟ به خاطر که برام محاسباتش راحت تر بشه.
بعد از اینکه 4/3 رو نوشتم، خب الان میرسیم به عدد 1 و 2/5 که خود صورت مسئله داده، اون رو هم مینویسم و دست آخر عدد 2 میشه جواب در واقع محاسبات من. این کمک میکنه من دامنه در واقع اعداد رو به ترتیب از کوچیک به بزرگ، میدونیم ریاضیات رو از چپ به راست مینویسیم دیگه، پس از کوچک به بزرگ اعداد رو مرتب میکنم. این هم قسمت بعدی سوال. خب سوال بعدی سوال 7 هست. سوال 7 میگه که در واقع رضا با پولش اصطلاحاً یک کتاب خرید. این یکم بیارم پایین. خب رضا با پولش یک کتاب خرید که با 3/4 پولش یک کتاب خرید. من اینجا می نویسم 3/4 پولش یک کتاب خریده. خب یک کتاب خریده. 2/5 بقیه پولش رو چی خریده؟ دفتر خریده. باقی مانده پولش هم 600 تومنه. کل پولش چقدره؟ ببینید ما باید این رو از طریق شکل حلش بکنیم. خب من صورت مسئله رو براش یه دونه شکل میکشم. خب اگه فرض کنیم این رو پولش باشه به 4 قسمت مساوی، ما حالا فرض بکنیم تقسیم کردیم، 3 قسمت از 4 قسمت رو من با یه دونه رنگ دیگه رنگ بزنم. 3 قسمت از 4 قسمت رو اومده چیکار کرده؟ من اینو هاشور میزنم که فقط شما بدونید که چی کار کرده. خب این شد 3/4 پولش. چی خریده؟ کتاب خریده. با 2/5 باقی مانده پولش، یعنی اگه من این رو از این ور به 5 قسمت مساوی تقسیم کنم، 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت، 4 و 5 قسمت. من این رو پایینش رو چون کوچیکه یکم اینو چهار قسمتش رو کشیدیم. اینم 3/4 پولی که در واقع این بچه داشته. این 4 قسمت 1 2 3 4 5. خب من اینو فقط پاک کنم که نمایش بهتری داشته باشه. 1 2 3 4. من اینو به 2 تا تقسیم کنم که بشه 5 قسمت. خب اون 3/4 هم که بهتون گفتم این همون 3/4 پوله که هاشورم خورده. خب الان ببینید 3/4 پولش رو کتاب خریده. 2/5 مابقی رو من با یه رنگ دیگه بهتون نشون بدم. 2/5 از این باقی مانده 2 قسمتش رو چیکار کرده؟ دفتر خریده. خب چه قسمتش مونده؟ 1 2 3 4 5. خب 2/5 پولش رو چیکار کرده؟ در واقع چیز خریده. حالا من ببینیم درسته یا نه. 2/5 بقیه پولش رو دفتر خریده. 600 تومان هم باقی مونده. ما باید چیکار کنیم؟ باید بگیم چند خونه مونده. 1 2 3 تا خونه مونده. درسته؟ 3 تا ضرب در از این مربع ها که نمیدونیم چیه شده 600 تومان. خب اون مربع ارزشش میشه چی؟ 600 تقسیم بر 3 که این به 3 بخش پذیر، این به 3 میشه 2، میشه 200 تومان. خب وقتی ما این 200 تومان رو بدونیم میخوایم کل پول رو پیدا کنیم. 2 تا راه برای محاسبه کل پولش وجود داره. این که ما بیایم همه رو جدا جدا حساب کنیم
اصطلاحاً. ببینیم چقدر پول داره. ببخشید من اینو زیاد آوردم. خب اول بیام پول دفترش رو، پول کتاب رو حساب کنیم. گفتیم پول کتاب ما چقدر بود؟ 3/4. میخوام ببینیم چقدر. چند خونه است؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا. 15 تا از این پول رو بابت اون چیز خریده. ضرب در 200 تومن بکنیم میشه 3000 تومن. حالا ضربش رو نمی‌نویسم، خب ضربش ساده است. 15 دوتا میشه 30 تا، 2 تا صفر هم جلوش میذاریم میشه 3000. پول دفترش چقدر بود؟ پول دفترش 2/5 پول بود. 2/5 معادل چقدر؟ 2/5 شد 2 خونه. 2 خونه از هر خونم ارزشش 200 میشه 400 تومن پول دفتر داده. چقدر مانده بود از پولش؟ 600 تومن هم باقی مونده. پول کل چقدر میشه؟ پول کل میشه 3000 به اضافه 400 به اضافه 600 که میشه همون 4000 تومن. یه راه دیگه وجود داره. این وقتی که بخواد تک تک اینا رو محاسبه کنم. من این رو دادم که ممکنه سوال از ما جداگانه بپرسه پول کتاب چقدره، پول دفتر چقدره و از این سوال. یه راه دیگه گفته کل کتاب. مثلا این راه اول که از مجموعه، یعنی تمام آیتما رو حساب کردیم و بعد با هم جمع کردیم کل پول به دست اومد. حالا اگه فقط به ما بگه که کل پول رو حساب کنیم، ما میدونیم که تعداد خونه ها چند تاست. اینجا 4 تا، اینجا 5 تا، 20 تا خونه است. پس یه راه دیگهش اینه که کل پول میشه کل خونه ها دیگه. میشه چی؟ اینجا من مینویسم داخل کاد 20 ضرب در 200. 20 تا خونه است. هر خونه ارزشش 200 تومنه. 2 تا 4 تا 3 تا صفر هم قرار میدیم که به ما میگه 4000 تومن کل پول ارزش پول در واقع ما خواهد بود. بریم قسمت بعدی سوال رو براتون توضیح بدم. طول یک باغچه 2 دهم و عرضش، خب من یه باغچه میخوام بکشم. یه باغچه است مشخص مستطیله چون طولش 2 و 1 دهمه و عرضش 1 واحد و 1 چهارمه. خب گفتم میخوایم محیطش رو پیدا کنیم. ببینید محیط میتونه دور تا دور باشه. میتونیم این رو با این جمع کنیم، با این جمع کنیم و با این جمع کنیم. یا راه دیگه 2 برابر طول 2 برابر مجموع طول به اضافه عرض رو به دست بیاریم میشه محیط این باغچه. خب من اینجا می نویسم که با اون مسئله قاطی نشه. خب ببینید دوستان، من 2 رو اینجا قرار میدم. طولش چنده؟ 2 و 1 دهمه. عرضش چنده؟ 1 و 1 چهارمه. ببینید ما اینو کسر بزرگتر از واحده. کافیه اون رو تبدیل بکنی، این چیز در واقع تبدیلش بکنی، اصلاحی میکنم عدد مخروطه تبدیلش بکنی به کسر بزرگتر از واحد. کمی خب. من میام اینجا 2 رو میذارم مضربش میمونه. 2 یعنی ضربه در واقع، خارج از پرانتز یعنی ضرب. خب میگم 2 10 تا 20 تا 21 دهم میشه به اضافه 1 4 تا 4 تا با 1 5 تا میشه 5 چهارم. خب ببین عزیزان، من باید اینو مخرج مشترک بگیرم چون مخرجی که به هر دو اینو بخش پذیر باشه نداریم. میتونیم حاصل ضرب این دوتا رو بگیریم. خب میام این کار میکنم. 2 رو مینویسم که ضریب بشه، ضرب در مخرج مشترک رو 40 میگیرم. این در 4 ضرب شده 40. 21 هم در 4 ضرب میشه 80 و 4 1 4 تا 84 به اضافه این در 10 ضرب شده، اینم در 50 میشه 50. 84 ضرب در 50 8 و 5 میشه 13 اگر اشتباه نکنم. اینو جمع بزنیم میشه 4 8 و 5 میشه 13. 134 40 میشه 2 ضرب در 134 اصطلاحاً 40. خب این در واقع همونه. این باید ساده میشه 1 میشه 20 میشه 134 20. باز 134 به 2 بخش پذیره دیگه، نه؟ به 2 تقسیم کنیم 6 2 تا 12 تا میشه 14 میشه 7. به 2 بخش پذیره، به 2 میشه 67 به 2 میشه 10 میشه 67 دهم. خب میدونیم 67 دهم یعنی چی؟ حالا بعدها میفهمید که این همون عدد اعشاره. حالا چون دهمه یک رقم ممیز اینجا میخوره میشه 6 ممیز 7 دهمه. محیطش چیه؟ متره. حالا اگه واحد متر باشه ما تو محیط میگیم
متر طول جمع میکنیم. تو مساحت باید بگیم متر مربع چون ضرب میشن. اینجا ما جمع زدیم. خب خسته نباشید عزیزان دلم. من سوالا رو سعی کردم براتون حل کنم، توضیح بدم که به شما کمک بکنم. انشالله موفق باشید. براتون بهترین آرزو دارم. سعی کنید همه مواردی که مطرح شده رو توی دفتر یادداشت کنید که این کمک میکنه شما بهتر فرایند محاسبات رو یاد بگیرید و اگه مشابه اینها بیاد بتونید به راحتی مسئله رو حل کنید.